خلاصه داشتم میگفتم زن داداش جون، ببین خلاصه من از وقتی که با آقا سجاد جونم ازدواج کردم نذاشته من دست به سیاه‌سفید بزنم. کلا تمام غذا رو خودش درست کرده. شاید شما چی؟ چی؟ مامان تو که همین دیروز غذا درست کردی. یه جوری میزنمت به ترکیا. بچه است، اشکالی نداره. این بچه است، فکر نکنم بچه است دیگه. حالا یه چیزی میگه. خلاصه داشتم میگفتم زن داداش جون، ببین من یه روز ساعت 4 صبح خوابیده بودم، یک دفعه دیدم صدا زنگ خونمون میزنه. آقا سجاد اومدش و از اون با سرویس طلا با گردنبند. گفتم ایفو آقا سجاد چرا به خودت زحمت دادی؟ اون شب 400 میلیون پول طلای من داره. خیلی آقای خوبی آقا سجاد. چی؟ اون طلا رو که خودت خریدی مامان. خواب دیدی سامی مامان. اصلا زن داداش تو که اخلاق منو میدونی، با وجود سجاد جان من اصلا پامون نمیذارم تو طلا فروشی. شاید شما چی این کارا رو میکنه؟ آره من اخلاق تو میدونم، ولی نه شاید من این کارا رو نمیکنه. انشالله از آقا سجاد یاد بگیره. راستی کتت چه قشنگه. اینو سجاد جان رفته از دبی برام خریده. اینو از منیریه برات خرید که، ولی معمولا میگن حرف راست و بعد از بچه شنید. بچه ها یه چیزایی میگن.